سرخط خبرهای مهم. در تاجیکستان برای آوردن پنل‌های آفتابی دیگر باج گمرکی یا انداز گرفته نمی‌شود. قتل یک مرد از سوی برادرانش در پی یک مناقشه عائلوی در شهر توس و آوازخوان فیروزه حفیظова را در زیر پا کردن پول ملی ایبدار کردند. روز بخیر بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی را با آخرین خبرها امروز 26 دکبر پیشنهادی شما میکنیم. در تاجیکستان که ساکنانش از نورسایی برق رنج میکشند و برای حل این مشکل راههای گوناگون را تجربه میکنند، واردات پنل‌های آفتابی را از پرداخت باج گمرکی یا انداز از ارزش علاوه شده آزاد کردند. بر اساس تغییرات به کودکس انداز که روز 17 دکبر پارلمان قبول کرد، برای آوردن پنل‌های آفتابی تا 1 ینوری سال 2031 باج گمرکی گرفته نمی شود. در این باره از کمیته انداز به خبرگزاری دولتی خاور اطلاع دادند. به گفته مسئولین این نهاد، امتیاز با هدف هوسمندسازی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای استفاده از پنل‌های آفتابی و قسم‌های احتیاطی آن پیش بینی شده است. همزمان با این طبق کودکس انداز به زمین‌های هم که در آن تجهیزات تولید کننده برق استفاده و نصب می شود سبکی داده می شود. یعنی صاحبان چنین زمین‌ها برای 5 سال از پرداخت اندازی زمین آزاد کرده می شوند. پیشنهاد امتیاز برای آوردن پنل‌های آفتابی در تاجیکستان در حالی است که ساکنان کشور در فصل سرما به کمبود شدید برق گرفتارند و استفاده از نیروی آفتاب یک راه خلاصی از بی‌برقی دانسته می شود. ولی به گفته ساکنان، دسترسی به پنل‌های آفتابی و پیوست‌شوی به نیروی آفتاب حالا خراجات زیاد دارد و نه همه دسترسی به آن را دارند. در کشور نظام حتمی نصب کردن بیناها و ساختمان‌های نو با سیستم‌های آفتابی عمل می‌کند و پیش از همه این طلبات مکتب و بیمارخانه و خانه‌های استقامتی را در نظر دارد. در شهر توس 2 برادر را با گمان قتل برادری کلانی خودشان بازداشت کردند. حادثه روز 23 دکبر در پی یک مناقشه عائلوی بین برادران رخ داده است. وزارت کارهای داخلی روز 25 دکبر با نشر بیانیه گفت برادران ساکنان 35, 38 و 40 ساله شهر توس هنگام جمع‌آوری هیزم و در حالت سرخوشی با هم جنجال کرده در نتیجه 2 نفر برادر کلانی را لط و کوب و قتل می‌کنند. به اطلاع وزارت گمانبران پیکر برادر خود را اول در جای حادثه زیر خاک کرده قصد داشتند شبانه پنهانی آن را آورده در حولی خانه خود گرانند، ولی هر دو بازداشت شدند و نسبت آنها بر اساس ماده 104 قسم 2 کودکس جنایتی تاجیکستان یا کشتار با بیرحمی مخصوص پرونده جنایی باز شده است. برای این طبق قانون از 15 تا 25 سال زندان پیش بینی می شود. این باری اول نیست که جنجال های خانوادگی در کشور با فاجعه و حادثه های مدهش انجام می یابد. خبرها در باره قتل یک عضو خانواده با دست شخصی نزدیکش پیوسته رسانه‌ای می شود. پس از چندین سال توقف در ولایت سوخت آزمونی را راه اندازی کردند که به قبل آوازخوان‌های معروف را از غلبر می گذراند. تلویزیون مستقل آزیا در عرفه سال نو میلادی لایحه را جنببست نمود که به هنرمندان تکانی تازه بخشید. در این لایحه هنرمندان بهترین منطقه را مردم با آوازدهی معلوم کردند و آنها صاحب میکروفون طلایی شدند. تشبسکاران عزم دارند که در آینده لایحه را در سطح آسیای مرکزی راه اندازی کنند. فرزان محمدی نیز به این مراسم رفت و این گزارش را تهیه کرد. این آوازخوان‌ها را تلویزیون مستقل آزیا در شهر خوجند جمع آورد. کسانی را که طبق یک آوازدهی میان ساکنان ولایت سوخت ترانه‌هایشان در سال 2025 بهای خوب گرفته است. این شخصاً این جایزه سپاری یک نوگانی بهترین شد که برای ما الهام میبخشد پیش از همه و قاعده های این جایزه سپاری سرود از آن خدا ما باشد، یعنی که خدا ما ایجاد کردگی باشیم، کار کردگی باشیم، مؤلفی باشد و از سر انمو شعر تا رساندن برای مخلصا تا کلیپ و دیگرش باید مهنت کردگی باشیم، کار خدا ما باشد، دزدی نباشد. یعنی
طرح نو آزیا موسیقی ایواردز نام داشته آوازدهی با پیامک طول تقریباً 2 ماه جریان داشته است. خودی خلق حافظی دوستداشته خودش انتخاب کرده میگیرد در همه جا در همه آزمون ها. مؤلفان طرح نو موسیقی در ولایت سوخت گفتند که در آغاز بیش از 30 آوازخوان داوطلب بوده، از این شماره 21 نفر به دور نهایی راه یافتند. یکی از آنها آوازخوان رستم عظیمی است. گروه هنری او امسال جایزه های دیگر را در دوشنبه نیز صاحب گشت. بسیار میخوام دعوت کنم آن سرندگان بهترین کل تاجیکستان رو که ارزنده هستند به این لایحه و بهترین سرنده رو دعوت کنند که آن هنرمندایی که از صمیم قلب کار میکنند، مهنت میکنند، شب روز به خاطر صنعت، به خاطر پیشرفت صنعت کار میکنند، دعوت کنم در آینده این لایحه به مثل لایحه‌های سرود سال و ترانه موزیک ایواردز آزیا پلوس یک چیز بزرگتر شود. اهل عائله دمیربک عالی میرسند. در این جایزه دمیربک عالی بفرمایید. در این مراسم به هنرمندانی که در رشد موسیقی ملی سهم گذاشته ولی فعلا بر حیات نیستند نیز جایزه دادند. آن را پیوندانشان گرفتند. بهادر نعمتوف آوازخوان معروف تاجیک مهمان فخری محفل بود. بسیار اقدام نیک خوبی هم کردند که این همین آوازخوانان و کمپوزیتوران گذشته را یاد کردند. این برای ما بسیار تاثیرناک بود. بسیار یک با احساس تماشا کردم و حتی اشکان چشمم برآمد. مدیر تلویزیون مستقل آزیا و مسئول طرح میگوید هدف از تشکیل آزیا موسیقی ایواردز تکان تازه بخشیدن به ایجاد موسیقی معاصر، دریافت و پشتیبانی از آوازخوان هاست. او افزود سالهای آینده عزم دارند هنرمندان کشورهای دیگری آسیای مرکزی را به طرح همراه کنند. ما در حقیقت می‌خواهیم که تمام آسیای مرکزی فراگیری برنامه‌های تلویزیون آزیا باشد. برای همین همنام تلویزیون ما کردیم، همین لایه آزیا موسیقی، یک کلمه موسیقیش تاجیکی کردیم. این هم یک شاید که یک چیزی عجایب باشد. برای همین خواهی که مقصدهای بزرگ نایل شوی از قدم‌های خرد و اولین آغاز کردن در کار، هنوز این قدم اولین ما است در تشکیل کردن چنین چهاربینی و چنین مراسم‌ها و جایزه سپاری‌ها. در حالی که ساکنان بعضی از آوازخوان‌ها را برای متن بی ربط و آهنگ نامناسب یا روبردار شده تنقید می‌کنند، مؤسسه‌های مختلف تاجیکستان هر سال آزمون سرود و ترانه‌های بهترین را برگزار می‌نمایند. سالهای پیش در ولایت سوخت نیز سرود سال، تار زرین و مانند اینها دایر می‌شد. ولی تلویزیون آزیا می‌خواهد آن را دائمی کند و در انتخاب ترانه و آوازخوان‌های سال سختگیر باشد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و در دوشنبه آوازخوان فیروزه حفیظова را به ویران کردن قانون تنظیم و زیر پا کردن پول ملی ایبدار کردند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 25 دکبر با نشر نواره از لحظه پولپرتایی به سر این آوازخوان هنگام سرودخوانی گفت در آن قانون تنظیم نقض و نسبت اسعار ملی به احترامی ظاهر شده است. نوار پولچسبانی و آوازخوان فیروزه حفیظova چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زد. در آن دیده می‌شود که هنگام سرودخوانی آوازخوان از تالار به سوی او پول می‌پاشند و گفته مقامات این حالت در طربخانه میلینیوم اتفاق افتاده است. در نواری نشر کرده مقامات آوازخوان و چند نفری که پول پرتایی کرده بودند اظهار پشیمانی کردند. معلوم نیست این نوار در چه حالت ثبت شده است. پلیس دوشنبه گفت در پیوند به این حالت مواد ضروری تهیه،
و چوراندیشی خواهد شد. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این خبر گفتند قانون باید برای همه برابر تطبیق شود. آنها از لحظه پولچاشی به سر شبنم سوریا در طرفخانه دیگر مثال آوردند که نوارش در شبکه‌ها نشر ولی کسی برای آن مجازات نشد. در یک سال اخیر در قزاقستان شمار رکوردی شهروندان برای پیوستن به ارتش یا قسم‌های نظامی روسیه به جوابگری کشیده شدند. خبرگزاری медиазона و طرح الویدا سلاح یا پرشای اروژیا معلوم کردند که سال روان نسبت بیش از 700 قزاقستانی پرونده جنایتی باز شده است. آنها با 2 ماده کودکس جنایی قزاقستان برای زرخریدی و شرکت در عملیات جنگی کشور خارجی ایبدار می‌شوند. طبق قانون برای این از 9 سال زندان تا حکم ابد پیش بینی شده است. به نوشته محققان شمار افرادی که به جوابگری کشیده می‌شوند پس از نشر طرح اوکراینی خچوژیت زیاد شد. این طرح شماره و معلومات تمام زرخریدانی را که در اوکراین از طرف روسیه می‌جنگند نشر کرده بود. به این ترتیب سال 2024 در قزاقستان برای زرخریدی و شرکت در جنگ بیگانه همگی 170 پرونده جنایتی باز شده بود و سال 2025 این آمار به 705 برابر شد. قزاقستان رسما در مورد حمله روسیه به اوکراین موقعی بی‌طرفانه را انتخاب کرده است ولی مقامات قدرتی این کشور بر اینند که جلب شهروندان به جنگ بیگانه برای امنیت ملی خطر دارد. ضمن قانون‌های تاجیکستان هم شرکت شهروندان در جنگ‌های بیگانه را منع می‌کند اما تا هنوز یگان زاده این کشور برای شرکت در جنگ اوکراین به جوابگری کشیده نشده‌اند. و امروز در تاریخ چه روز است و کدام تحولات رخ داده است؟ در این لحظه برنامه بخش یک روز تاریخ را می‌بینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 دکبر را فرا می‌گیرد. 26 декабри соли 1991 шурӯи ҷумҳуриҳои шӯрои олии иттиҳоди шӯравӣ эъломияи хатми мавҷудияти СССР-ро қабул кард. ин тасмим баъди таъсиси созмони кишварҳои ҳамсуд гирифта шуд ва бо ҳамин баъди наздики 70 соли мавҷудият ба СССР хотима бахшид. Тоҷикистон ҳам яке аз имзогузорони ин эъломия буд. 26 декабри соли 2013 Тоҷикистон бори аввал мафҳуми ғуломфурӯширо ба қонунгузории худ ворид кард ва ҷазои сангини аз 5 то 12 соли зиндонро барои чунин ҷурм таъин намуд. моддаи нав дар кодекси ҷиноии Тоҷикистон ғуломфурӯшӣ ва истифодаи меҳнати ғуломона унвон ва дар шароите ки мардикорӣ ё муҳоҷирати кории шаҳрвандон дар дохилу хориҷи кишвар ба як падидаи маъмулӣ табдил шудааст хеле муҳим ва саривақтӣ дониста шуд. 26 декабри соли 2011 шаҳршиноси маъруф ва муҳаққиқи забони тоҷикӣ дар донишгоҳи Ҳумболти Олмон Манфред Лоренс барандаи ордени давлатии Тоҷикистон бо номи дӯстӣ шуд. донишманди олмонӣ 88 сол умр дид ва тамоми умрашро ба омӯзиши забону адабиёти тоҷикию форсӣ бахшид. Манфред Лоренс ва Иржи Бечка ховаршиноси чех аз дӯстони ҳамешагии Тоҷикистон ва забону фарҳанги он буданд. صبح امروز در برخی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار بالا رفته است. 100 دلار آمریکایی با نرخ 915-923 سومانی خریده و 928 سومانی فروخته می شود. 1000 روبل روسی امروز به 117 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان کم فرق می کند و برای امروز چنین تعیین شده است. بیننده عزیز، این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود. سپاس که با ما بودید. یادآور می‌شویم که اخبار مهم و گزارش‌های جالب را در دوام روز و هم روزهای تعطیل در سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی ببینید. خیر، تا ملاقات‌های دیگر.